اولی رئیس مرکز تحقیقات استراتژی میگوید که به جای ناتو بهتر می بود که ایران به مقامات تاجیکستان دلیل‌های خود را پیشنهاد میکرد. از جمله به قول سیف الله سفروف، ایران باید به تاجیکستان دلیل‌هایی را پیشنهاد میکرد که نشان بدهد حسین عبدالصمدوف رهبر گروه حمله‌گران به سیاحان خارجی در این کشور تحصیل نکرده است و در این حالت به گفته کارشناس تاجیک مسئله حل میشد. با گفته حلقه‌های نزدیک به مقامات، تاجیکستان دولت ایران را گناهکار نکرده است، چون آن شخصانی که در ایران خواندند در زمان تحصیل کردند که گویا دولت امروزه ایران به آنها هیچ دخلی نداشت و از این سبب با گفته کارشناسان دولت امروزه ایران میتواند به این کار هیچ دخلی هم نداشته باشد. ولی این بار نخست نیست که مقامات تاجیکستان حزب ممنوع نهضت اسلامی و ایران را در تلاش برای ناامن کردن تاجیکستان متهم کنند. وزارت امور داخلی تاجیکستان ماه اوگوست سال گذشته نیز با نشر یک فیلم مستند گفت که ایران در قتل‌های سیاسی سال‌های 1990 و آغاز سال 2000 در تاجیکستان دست دارد. ایران نیز آن زمان این ادعاها را بی‌پایه و اساس نامیده بود. و از خبرهای اقتصادی یک خبر جالب داریم درباره کارمندان بانک های تاجیکستان. بانک ملی تاجیکستان گفت که در شهر خوجند در 6 ماه اول امسال علیه 17 کارمند بانک و مؤسسه های مالی پرونده های جنایی باز کردند. نوروز ولیف رهبر نمایندگی بانک ملی تاجیکستان در خوجند روز 2 اوگوست در نشست خبری گفت که 14 نفری که علیه آنها پرونده باز شده است کارمندان سابق اگرو اینوست بانک در ولایت سوق می باشند که دست به قانون شکنی ها زدند و هنگام معاملات پولی به قانون شکنی ها راه دادند. با گفته نماینده بانک ملی، بسیاری از کارمندان سابق این تشکیلات ها نسبت به وظیفه های خود بی‌اعتنایی کردند و با گفته او به حناتی و عملهای دیگری غیر قانونی دست دادند. یکی از این افراد برای رابطه با گروه افراطی دستگیر شده است. و یک خبری غم انگیزی داریم، البته در بارش زیاد صحبت نمی کنیم، در جریان برنامه آن را به شما خواهیم گفت. در برنامه خبری در پی سوختار در منزل سردار سابق کمیسریت حربی منطقه کلاب رستم برهانوف همه 3 فرزند نابالغ او متاسفانه جان دادند. حادثه نیمه شب 1 اوگوست در یک بینای بلندآشیانه در شهر کلاب رخ داده است. آسیه 4 ساله، یعقوب جان 6 ساله و امیر جان 7 ساله در جای حادثه از بوی غلیظ دود جان باختند. طبیبان میگویند کودکان نابالغ زهرآلود شدند و شنونده ارجمند گزارشی را درباره این حادثه و یا فاجعه واقعا بعد در دوام برنامه خبری تقدیم میکنیم. برنامه خبری ما ساعتی 4 به وقت دوشنبه شروع می شود. و یک خبر دیگر داریم درباره اینکه مقامات تاجیکستان میگویند 2 جوان 19 ساله ساکن 5 که به حمله به سیاحان خارجی دست داشتند 2 روز پیش از حادثه به روسیه برگشتند و والدینشان را هم آگاه نکردند. در حمله روز 29 ایول 4 دوچرخه سوار خارجی کشته شدند و 3 تن دیگر آسیب دیدند. گروه دولت اسلامی مسئولیت حمله را بر عهده گرفت و همکاران ما امرالدین عالم اینجاست. امرالدین سلام. سلام علیکم. سلام بیننده عزیز، صبحتون بخیر باشد. و امرالدین واقعا خودت درباره این جوان، خانواده این جوان یک گزارش داری و تهیه میکنی. پدرش در اون گزارش دیده میشود، چی میگوید این خانواده، چی احوال داره؟ بله تویر، پدرش البته حال خوب ندارد. او در صحبت با همکار ما ارزوی کریم زیاد صحبت کردن نتوانست، فقط به عکس نگاه میکرد و میگفت که او واقعا پسرش است. بیننده عزیز میتواند در گزارش ما که در برنامه خبری نشر میشود احوال این خانواده را ببیند. ما بیننده را به همان محل به ناحیه 5 میبریم. طور میدونید ظفرجان سفروف در عملیات بر ضد گروهی که در کشتار 4 نفر سیاح خارجی گناهکار دانسته میشدند کشته شد و پدرش نمیداند که ظفر کی از روسیه برگشته است، چگونه به دام افراطگرایان افتیده است و کی و چه طور به گروه افراطگرای دولت اسلامی سوگند یاد کردند. تا ایر از این بیشتر نمیگویم. بیننده عزیز میتواند گزارش ما را در برنامه خبری در شبکه رادیو آزادی در یوتیوب آزادی ویدیو و در وبسایت رادیو آزادی ببیند. و واقعا منتظر شما هستیم در وبسایت azadi.org و در کانال آزادی ویدیو
در یوتیوب و برنامه خبری هم ساعت 4 به وقت دوشنبه، ساعت 1 به وقت مسکو، ساعت 2 به وقت مسکو و ساعت 1 به وقت پراگ شروع می شود. منتظر شما هستیم. لطفاً دوستانتون را هم دعوت کنید. کانال آزادی ویدیو در یوتیوب، در ادناکلاسنیک رادیو آزادی داریم گروه و هم در فیسبوک با نام رادیو آزادی صفحه ما رو پیدا کنید، خبر و گزارش ها رو بخونید، ببینید و با ما واقعا نویسید برای برنامه، درباره برنامه و بگویید که نظرتون چی هست و با همین تا چند ساعت دیگر منتظر شما میمونیم. خیر بیننده عزیز، ما انتظار شما در برنامه خبری رادیو آزادی هستیم.